ای فرزندانم، نه با سخن و زبان بلکه با عمل و راستی دوست بداریم. و از این خواهیم دانست که ما از راستی هستیم و دل خود را به حضور او آرام خواهیم کرد در هر چیزی که دل ما را محکوم می نماید، چون که خدا از دل ما بزرگتر است و هر چیز را می داند. ای محبوبان، اگر دل ما را محکوم نکند، ما به حضور خدا جرأت داریم و هر چی طلب کنیم از او میابیم، چون که احکام او را رعایت میکنیم و آنچه به حضور او مقبول است به عمل می آوریم. و حکم او این است که ما به اسم پسر او عیسی مسیح ایمان آوریم و یکدیگر را دوست داریم، چنان که او به ما حکم کرده است. و کسی که احکام او را نگاه می دارد، وی در او ساکن است و او در وی، و این که او در ما ساکن است از آن روحی می دانیم که او به ما عطا نموده است.